فرض کن فهمیدیم فلانی چقدر داره، فرض کن فهمیدیم کی میخواد با کی ازدواج کنه، فرض کن فهمیدیم کی میخواد زنشو طلاق بده، فرض کن فهمیدیم کی فلان پولو از کجا آورد و فلان ماشینو خرید. بله. میخوام اینو عرض بکنم، خدا سر و داد که رو گردن باشه، نه توی زندگی دیگران. میگه ای پسر هیچ مرو بر سر دیوار کسی، سر چه خواهی که برون آوری از کار کسی. اگر سر از کار کسی بیرون بخوای بیاری، مولوی میگه همیشه ملولی، هر چیزی ملول است آن فضولی، ملولش کن خدایا از ملولی. ملول میشه و کسی هم که ملول میشه همیشه در اضطراب و عمرش کم میشه. آخه از لاک‌پشت پرسیدن تو 150 سال عمر میکنی،